بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم برادران. دوامی درسی اصلهای سیگانه است. درسی گذشته ما اصلی سییم آغاز کرده بودیم که اون عبارت بود از شناختن پیامبر صلی الله علیه و سلم، معرفت النبی صلی الله علیه و سلم، و تا کجا را آمدیم؟ تا اون وقتی را آمدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم و چیکار کرد وقتی که تا هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمده بودیم. که گفتیم وقتی که عقبه دیم به بیعت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و چیزا انصار از مدینه که اگر تو به مدینه بیای ما تو را حفظ میکنیم، ما تو را نگه میکنیم، ما تو را نصرت میتیم. بعد الله سبحانه و تعالی برای اجازه داد که به سوی مدینه هجرت کنه. و شیخ مجدد رحمه الله در دوام متنش میگه که هجرت هم میگه برای ما شما که هجرت چی است، معناش چی است؟ میگه والهجره الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. شیخ مجدد رحمه الله میگه هجرت این انتقال یافتن از سرزمین شرک به سرزمین اسلام است و هجرت این فرض است برای این امت. هرگاهی که یعنی از بلد کفر به سوی بلد اسلام هجرت میکنی باید هجرت کنه، یعنی برای این امت شست فرض است. و هي باقیه الى ان تقوم الساعه، و این هجرت باقی است تا روز قیامت. تا روز قیامت از دارالکفر و دارالاسلام هجرت کردن فرض و واجب است. و دلیل این قول الله سبحانه و تعالی است ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله كان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عباد الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا فاعبدون. دلیل هجرت از قرآن الله سبحانه و تعالی میگه کسانی را که ملائکه ها جانهاشون میگیرن، آنهایی که در نفساشون ظلم کردن، به آنها میگویند شما در کدام حالت بدین؟ قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگویند که ما مستضعف بدیم در زمین، بیچاره بدیم. فقالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، گفتن که ملائکه ها میگن که چی آیا سرزمین الله گشاد نبود که شما هجرت کنین و سوی سرزمین الله بروین؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا، و آنها را جایگاهشون جهنم است، بازگشتشون چی است؟ به سوی جهنم است. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. الله سبحانه و تعالی استثناء میکنن مستضعفا را که اینا مستضعف نبودن. مستضعفا را این چیکار میکنه؟ استثناء میکند که الا المستضعفین، مگر مستضعفین از مردها و زنها و از کودک هایی که لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، که اونها چی نمیتونستن در حقیقت هجرت کرده، در حقیقت اونها معذور بودن. فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله غفورا عفوا غفورا. شاید فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، یعنی اونها کسانی هستند که شاید الله اونا را چیکار کند؟ از اونا بگذرد، ببخششان. و الله سبحانه و تعالی چی است؟ عفو کننده و غفور است. و باز الله سبحانه و تعالی میگه یا عباد الذین آمنوا، یا عباد الذین آمنوا، ای بنده های ما، کسانی که ایمان آوردید از بنده های ما، زمین ما گشاد است، فایا فاعبدون، و در آنجا برین مرا عبادت کن. یعنی هر زمینی که تنگ شد، هر زمینی که شما را کافرها جخیدند، نموندن تون عبادت کنین، نموندن تون چی شعائر دین تون ظاهر کنین، از دیگر زمین ها هجرت کنین، در اونجا مرا عبادت کنین. و دلیل علی هجره من
قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. البغوی رحمه الله میگه سبب نزول این آیات برای مسلمانایی بودن که در مکه هجرت نکردن بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با هجرت کردن اونا بعضش مثل امروزه چی زن و فرزند و مال و بیزنس و دیگر چی از هجرت خفا ماندن تأخیر کردن و وقتی که در مدینه مقصد وقتی که جنگ بدر سر شد اولین جنگ که در اونجا بگیم که مشرکان اون را عبلوه کردن قبیدنشون و در صف مشرکان جنگ کردن و کشته شدن و صحابه آمدن دیدن کشتگی ها را که شدن یعنی تأسف کردن و گفتن برادرامون را کشتیم که الله همین آیت نازل کرد و الله سبحانه و تعالی اینها را ندا کرد به اسم ایمان یعنی مسلمانشان گفت تکفیرشان یعنی هر کسی که هجرت ترک کنه او کافر نیست قدرت داشته باشد ترک کند فاسق است اگر قدرت نداشته باشد چی ودليل على هجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ودليل هجرات السنة پیامبر صلی الله علیه و سلم که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که هجرت قطع نمیشود هجرت از بین نمیرود تا اون وقتی که توبه از بین نرود تا اون وقت توبه قطع نشود و توبه قطع نمیشود تا اون وقتی که آفتاب از مغرب براید یعنی آفتاب از طرف مقابلش براید که اگر آفتاب از طرف مقابل براید قیامت برپا می شود. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه مستقر شدند چه شدند؟ امر شدند از جانب الله سبحانه و تعالی تا اینکه دیگر اوامر را به جا بیارن و مردم را به اون شکل تعلیم بدهند مثل زکات دادن و روزه گرفتن و حج کردن و اذان گفتن و جهاد کردن و امر بالمعروف یا اینکه نهی از منکر و دیگر از شرایع اسلام و در مدینه چه کردن تعلیم دادن. اخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا عليه إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. يعني پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 سال چکار کردن این در مدینه چو کردن یعنی دعوت کردن و دین کامل کردن و بعد این با وفات یعنی از دنیا گذشتن وفات کردن صلوات الله و سلامه علیه و دینش باقی ماند و این دینی است که هیچ یک خیری نبود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به او دلالت کردگی بود و هیچ یک شر نبود که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از اون حذر کردگی بود یعنی هر خیری که بود ما را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته بود و هر یک شری بود پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از او برحذر کردگی بود و خیری که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به اون دلالت کردگی است این توحید است توحید الله سبحانه و تعالی است که در برگیرنده جمیع ما یحبه الله و یرضاه یعنی توحید و اون خیری که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما را امر کردگی است این چیز این توحید است و جمیع هر اون چیزی که الله سبحانه و تعالی از او راضی است و او را دوست می‌دارد یعنی معنای عبادت هم این است. و الشر الذي حذرها عنه شرک و شری که پیامبر صلی الله علیه و سلم را از اون نهی کردگی است این شرک است و جمیع ما یکره الله و ابه و جمیع اون چیزی که الله سبحانه و تعالی او را چی شوم می‌بیند او را بد می‌بیند و او را چی کره می‌داند. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع ثقلين الجن والإنس ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه و تعالی را چکار کردگی است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستادگی است به سوی مردم تمام مردم
وافترض طاعته على جميع ثقلين وفرض گردانیدگی از طاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم برای جمیع ثقلین گفته جین و انس میگن، برای جین و انس. و دلیل قول الله سبحانه و تعالی است که میگه بگو ای مردم ما پیامبری الله هستم به سوی شما به سوی جمیع شما. و کمل الله به دینه و الله سبحانه و تعالی دینش کامل کرد با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم. و دلیلش چی است؟ اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا. الله میگه امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خما برای شما رسانیدم، تمام کردم، کامل کردم. و رضیت لكم الاسلام دینا، و از شما راضی میشم از همین دینی که براتون کامل کردم، نه زیادتی نه کم. ودليل على موته صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله میگه و پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل موتش که پیامبر صلی الله علیه و سلم میبرد، از دنیا میگذرد و هم بشر است. قول الله سبحانه و تعالی است که میگه که چی؟ تو چی هستی؟ تو میت هستی، تو هم از دنیا میگذری و آنها هم از دنیا میگذرند و همگی تا روز قیامت. بعد روز قیامت چی میشه؟ عند ربکم تختصمون، یعنی نزد پروردگارتون هر یکتون چی میشین؟ یعنی تختصمون یعنی یأخذ المظلوم حقه من ظالم، یعنی در اون روز ظالم از مظلوم از ظالم حقش میگیرد. هر کسی که در امروز در حق یک ظلم میکند در روز قیامت و حقش میگیرد. والناس إذا مات يبعثون ودليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى. يعني الله میگوید دلیل موت ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، یعنی شما را از همین زمین شما را آفریدیم و باز شما را چی در همین زمین می‌داریم، یعنی از دنیا میگذرید و بار دیگه شما را با روز قیامت از همین زمین بر میکشیم، یعنی میبراریم. و قوله تعالی والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، یعنی الله سبحانه و تعالی والله انبتكم من الارض نباتا، یعنی الله شما را به نوع یعنی از زمین شما را رویانید، شما را از زمین شکوکت رویانید، مثل یک گیاهی که از زمین میبراید شما را هم الله سبحانه و تعالی رویانید. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، سپس شما را چیکار میکند؟ باز به همون زمین باز میگرداند و باز روز قیامت شما را از همون زمین میبرد. یعنی این دلیل است برای موت. ومن كذب بالبعث كفر، ودليل قوله تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلك على الله يسير. هر کسی که دروغ بداند بعث، بگه که روز قیامتش که نمیخیزه، این دروغ است که میخیزه قور ماسا در قور میپوسی میره، هیچ کس نمیخیزه، انسان کافر میشه. و دلیلش کسی است که میگه الله سبحانه، یعنی انسان کافر میشه و دلیلش قول الله سبحانه و تعالی است که الله میگه که گمان کردن کسانی که کافر شدن الا یبعثوا، ما چی یعنی بعث نمیشه، ما روز قیامت نمیخیزیم، همون پوسیدیم رفتیم. قل بلا و ربی لتبعثون، بگو که قسم به پروردگار چی شما حشر میشوید، شما خیزانیده میشید روز قیامت. و روز ثم لتنبؤن مما عملتم و ذلك على الله يسير. و الله سبحانه و تعالی شما را خبر میتید چی در اون چیزی که عمل کردید، اون کارهایی که کردید، و این برای الله سبحانه و تعالی آسان است، یا مشکلی نداره. خب این متن شیخ رحمه الله بود. و علامه ابن باز در شرحش میگه فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمر الله ببقية شرائع الإسلام من زكاة والصيام رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المدينة صارت دار الإسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين، ولهذا أمروا بهذه الأمور، أمروا بهذه الأمور لأنهم
يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى مدينة. وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حاسده. علامه ابن باز رحمه الله میگه وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقر شد در مدینه بعد از هجرت کردنش، الله سبحانه و تعالی براش امر کرد تمام دیگر بقیه اسلام، شعائر اسلام مثل زکات و روزه و حج و جهاد، امر معروف و نهی از منکر، چون که مدینه دارالاسلام گشته بود و این یکمین پایتخت مسلمانان بود، مرکز مسلمانان بود. مدینه دولت اسلامی بود. و همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم امر شد در اینجا و تمام اوامر، یعنی اینجا میتونست که چیکار کنن، این امرها را مردم برسونن و مردم به این امر کنن. لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، چون که در این وقت میتونستن مردم را چیکار کنن، امر به معروف کنن و نهی از منکر کنن. و این از رحمت الله سبحانه و تعالی بود، یعنی که بعد این در اینجا چیکار کرد، یعنی اینقدر دولت اسلامی شد و دیگر و براشون آسان شد که این دیگر شعائر اسلام چیکار کنن، بجا بیارن، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مردم برساند. اگرچه اصل زکات در مکه چی بود، مشروع بود، چون که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 141 میگوید که و آتوا حقه یوم حساده، یعنی اینجا در اول آیت چیست، یعنی میوه ها را میگوید الله سبحانه و تعالی که یعنی میوه ها اگر بیرون آورده شدن، یعنی میوه ها اگر پختن، و آتوا حقه یوم حساده، یعنی وقتی میوه ها را جمع کردید حق این میوه ها را بتین، یعنی زکات این میوه ها را بتین. ولكن عن صبائها ومصاريفها وتفاصيل أحكامها كل هذا صار في المدينة. وهكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة. يعني ولكن مقصد چی خیل باید زکات بودی، چند قبل باید زکات بودی، ای چقدر زکات بودی، یعنی با تفاصیلش قطعی احکامی زکات همه این در مدینه چی شد برای مردم تعلیم داده شد. و اینچنین صیام رمضان هم، ماه رمضان هم، روزه گرفتن هم در سال دوم هجری شرع شد. وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشر من هجرة. وأنزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في سورة آل عمران وهي مدني. وإن شنو حجم شرع گردانیده شد در سال نهم یا اینکه دهم هجرت که الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران که سوره مدنی است، در مدینه نازل شده است، الله میگه ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا. وهكذا الجهاد امر به في المدينة، وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده ويكف عن من كف عنه، ثم أمر بأن يبدأهم بالقتال وأن يجاهد الكفار، وإن لم يبدأوا فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب فإنه يقبل منهم جزية. وسن الله في المجوس سنة أهل الكتابة إما الإسلام وإما الجزية، وأما بقية الكفرة إما الإسلام وإما السيف مع القدرة.
و همین گونه جهاد هم امر شد در مدینه. و اولین جهاد چی بود؟ یعنی اجازت بود. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اجازت، جهاد اجازت، فرض نبود. یعنی هر کسی که چی بسشون می آمد، یعنی بگیم که آغاز میکرد به قتال، ما هم چی آغاز میکردن صحابان. و هر کسی که چقه نمیشید اینا هم چقه نمیشیدن. بعد امر شد تا اینکه شما چیکار کنین؟ یعنی جنگ کنین با اونا، شما سر کنین، یعنی بکشینشون یا اینکه اسلام بیارن. ما کافرها چیکار کنین؟ قدشون جنگ کنین، جهاد امر شد تا اینکه کفار قدشون چیکار کنین؟ جهاد کنین. اگرچه اونا سر نکن، اگرچه اونا آغاز نکن، چی شما آغاز کنین. بعد این خیلی وای شد، یعنی امر شد از جانب الله سبحانه و تعالی. یعنی و دعوت شون کنین و راهنماییش کنین به سوی اسلام. و اگر اجابت کردن فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب. یعنی اگر استجابت کردن چی میشن؟ خیره براشون. اگر استجابت نکردن میکشنشون، کشته میشون تا آن وقتی که با سوی حق باز نگردن. الا اهل کتاب، مگر اهل کتاب. برای چی؟ برای که از اونها جزیه گرفته میشود. از اهل کتاب جزیه گرفته میشود و از کافرای اصلی مثل مشرکان جزیه گرفته نمیشود و اونها یا کشته میشن یا اسلام میارن. اما اهل کتاب یا کشته میشون یا اسلام میارن یا جزیه میتهن. و سن الله فی المجوس سنت اهل الكتاب. و الله سبحانه و تعالی برای مجوس هم چیکار کرد؟ سنت اهل کتاب، یعنی بگیم که شرع گردونید. یعنی چیکار کرد؟ اهل مجوس هم از مجوس هم جزیه گرفته میشه. این ما جزیه میگیری، این ما چیکارشون میکنه؟ اگر جزیه ندادن میکشیشون یا اینکه اسلام میارن. اما بقیه کفار مثل قبر پرست و مثل بت پرست و دیگر این کفارا چی؟ یا اینکه سیف در گردناشون یا اینکه اسلام، یا اینکه اسلام میارن یا اینکه چی؟ میکشیشون. از اینا جزیه گرفته نمیشه. و بعدما اکمل الله به الدین و عتم به نعمه توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة بعدما بلغ البلاغ المبين وأكمل الله به الدين. و بعد این الله سبحانه و تعالی با امین دینش کامل کرد با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم و نعمتش تمام کرد برای مردم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد 10 سال در مدینه بودنش از دنیا گذشتن، بعد اونه که مردم همه چیز رسانیدن و دین کامل کردن. وأتم به نعمة كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله سبحانه و تعالی نعمت شب و پیامبر سلام کامل کرد برای مردم ده، چگونه که میگوید امروز دین شما را کامل کردیم و نعمت را برای شما تمام کردم و از شما راضی میشم از این دینی که براتون کامل کردم، نه زیادتی. و باز درباره پیامبر سلام مردن پیامبر سلام میگه که چی؟ تو هم میبری از دنیا میگذری و آنها هم از دنیا میگذرن و بعد روز قیامت چی؟ ظالم از مظلوم از ظالم حقش میگیرد. یعنی باز میگرده روز قیامت برای اونجا حساب کتاب میشه. و الناس اذا ماتوا يبعثون كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. مردم وقتی که مردن از دنیا گذشتن روز قیامت همگی حشر میشن، چگونه که الله سبحانه و تعالی میگه الله سبحانه و تعالی شما را یعنی مثل یک گیاه بگه، مثل یک وای شما را رویانید، ثم يعيدكم فيها و شما را باز میگردوند با سوی همون زمین و یخرجکم اخراجا و باز روز قیامت شما را از اون زمین یعنی
میخیزونتون. و قال سبحانه زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم تنبؤون بما علمتم ذلك على الله وذلك على الله يسير. چون که در دیگه آیات الله سبحانه و تعالی میگه گمان کردن کسانی کافر شدن کافرا که اونا روز قیامت نمیخیزن. بله و ربی بگو قسم به پروردگارم که شما چه خیزانده میشه روز قیامت، حشر میشه روز قیامت و خبر داده میشوید به اون چیزی که عمل کردید و این برای الله سبحانه و تعالی قین نیست، آسان است. وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الله میگه ولله ما في السماوات وما في الأرض. هر آن چیزی که در زمین و آسمان است این از الله سبحانه و تعالی است. این خزینه الله سبحانه و تعالی است، ملک الله سبحانه و تعالی است. اجر میتید کسانی را که چیکار کردن کارهای بد، جزا میتید کسانی را که کارهای بد کردن، یا اینکه و جزا میتید کسانی را که کارهای خوب انجام دادن، عملهای خیر کردن. فهم محاسبون ومجزيون يوم القيامة ويأتون كتبهم بأيمانهم وشمائلهم وسعيد يأتي كتابه بيمينه والشقي يأتي كتابه بشماله. و آنها روز قیامت حساب کرده می شوند، جزا داده می شوند مردمان روز قیامت و کتابهایشان داده می شود به دستهایشان، یا در دست چپ یا در دست راست. و سعید کسی هست، آن خوشبخت کسی است که کتابش در دست راستش داده می شود. و شقی آن بدبخت و آن سیاه رو کسی است که کتابش در دست چپش داده می شود. و سعید يرجح ميزانه والكافر يخف ميزانه وأصحاب المعاصي على خطر، فقد يرجح ميزانهم بالتوبة أو بعفو الله سبحانه أو بالمحسنات، وقد يخف ميزانهم فيكونون من أهل النار فيعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله من النار بسبب موتهم على الإسلام. سعيد کسی است که يرجح ميزانه، یعنی يرفع ميزانه، میزانش روز قیامت ترازوش چی می شود؟ وزنین می شود، ترازوش عملهای نیکش وزنینی میکند. و اما کافر کسی است که میزانش چی می شود؟ میزانش هیچ چیز ندارد، عملهای خیرش. و اصحاب معاصی، اصحاب گناه ها در خطر هستند که گناه کبیره کردند، از مسلمانان گناه صغیره کردند، در خطر هستند. میزاناشون با اون قدری توبه کردگیشون، به قدری عملهای کردگیشون چی؟ یعنی اجر داده میشن، ترازو کشیده میشون، الله سبحانه و تعالی میبخششون، یا اینکه عذابشون میکنه به قدری خواستگی خودش الله سبحانه و تعالی. بعد از الله سبحانه و تعالی از چی؟ از آتش جهنم اونا را میبرارن، اونا در ابدی نمیمونن. اهلی کبائر، کسانی که گناه کبیره میکنن، برای که در اسلام مردن اما گناه کبیره کرده بودن. فالواجب على كل مكلف أن يحذر سيئات العمل وأن يلزم التوبة والاستقامة، لأنه لا يدري متى يهجم عليه العجل، فالحزم كل حزم أن يأخذ المسلم بالعزيمة ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحق، والتوبة النصوح من جميع الذنوب حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو على خير عمل وعلى الاستقامة فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة. واجب است برای هر یک مکلف، هر کسی که دیوانه نیست، هر کسی که چی است
کودک نیست، عقلش در جوشه، مکلفه، تا اینکه حذر کنه از گناه های سیئات، از گناه های بدش، و براش توبه را لازم بگیره، استقامت در دین لازم بگیره. چون که این انسان نمیدونه که کی مرگ به سویش میآید، نمیدونه که کی بالاش در ملک الموت میآید جانش میگیره. فالحزم کل حزم، یعنی قوت است. مسلمان باید چیکار کند؟ این چیزا اهمیت بتید و نفسش جهاد کند تا اینکه مستقیم استقامت داشته باشد بر حق، و توبه کند، توبه نصوح از تمام گناه ها، تا آن وقتی که مرگ به بالاش نیاید. و اگر مرگ در این حالت به بالاش بیاید، در وقتی توبه دائم در توبه باشد، در طاعت باشد، در استقامت باشد، این انسان در خیر است. و فیفوز بالسعاده و النجات یوم القیامه، و برد میکند با سعادت و نجات می‌یابد در روز قیامت. بیان ما بعث الله به رسول، بیانی اون چیزی که الله سبحانه و تعالی پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون فرستادگی است. مؤلف رحمه الله این درس اگرچه دراز هم شود انشاءالله درس کامل میکنیم در همین روز انشاءالله درس به پایان میرسد. مؤلف رحمه الله میگه قال المؤلف و ارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ودليل قوله تعالى رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مؤلف رحمه الله میگه الله سبحانه و تعالی تمام پیامبران را مبشرین فرستاد، بشارت دهنده، و منذرین، حذر کننده فرستاد. و دلیل این قول الله سبحانه و تعالی سوره النساء آیه 165 است که الله میگوید پیامبران مبشرین هستند، بشارت دهنده هستند و منذرین هستند، تا اینکه بالای مردم به حجت نماند بعد از، یعنی مردم دیگه معذور نباشند بعد از فرستادن پیامبر. یعنی که بعد پیامبر فرستادن هیچ کس دیگر معذور نیست. پیامبران فرستادن پیامبران و اولهم نوح علیه السلام، اولینشان نوح علیه السلام است، و آخرهم محمد صلی الله علیه وسلم و هو خاتم النبیین. و دلیل على اولهم نوح قوله تعالى انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. اولین پیامبر نوح علیه السلام بود و آخرینش محمد صلی الله علیه وسلم بود و او خاتم پیامبران است. آخرین پیامبر است که به او خاتمه می‌یابد پیامبری. و دلیل این که نوح علیه السلام اولین پیامبر است، قول الله سبحانه و تعالی است که میگه به سوی تو نازل کردیم، وحی کردیم به سوی تو. چگونه که وحی کردیم به سوی نوح علیه السلام و پیامبرایی که بعد از نوح آمدند. و كل أمة بعث الله إليهم رسولا من النوح إلى محمد يأمرهم بالعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يعني تمام امت به الله سبحانه و تعالی پیامبر فرستاده است، از نوح تا محمد صلی الله علیه و سلم. برای چی؟ برای عبادت الله سبحانه و تعالی یگانه الله عبادت کردن و برای نهی کردن مردم از عبادت طواغیت. و دلیل این قول الله است که به تحقیق به هر یک پیامبری، به هر یک امتی پیامبر فرستاده میگه الله سبحانه و تعالی اینکه الله عبادت کنند و از طاغوت دوری بجویند. و الله سبحانه و تعالی فرض گردانید برای تمام بنده های از کفر به طاغوت و ایمان آوردن به الله. قال ابن قیم رحمه الله معناه الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5 إبليس لعنة الله ومن عبد وهو راضي ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه.
ومن ادعى شيئا من العلم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. ودليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع العليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم. ابن قیم رحمه الله میگوید معنای طاغوت این هر کسی که هر چیزی که حدی خودش بگذرد، ای حدش بگذرد، چه از معبود باشد، چه از چیزی باشد که عبادت کرده میشد، چه از مطبوع باشد، چه از چیزی باشد که یعنی چی در او اتباع میکنن و را پیرویش میکنن، یا اینکه مطاع باشد خودش پیروی بکند کسی را یا چیزی را، از حدش بگذرد، این چی میشود؟ طاغوت میشود. و طواغیت کثیرون، و طواغیت بسیار هستند. میگه و رؤوسهم خمسه، و رئیس اینها کلانای این طاغوت ها 5 تا است. یکم ابلیس است لعنت الله، دیم من کسی که عبادت شوه و او راضی باشد. سیم هر کسی مردم چی کنه دعوت کنه به سوی عبادت نفسش، و هر کسی که ادعای بکنه از علم غیب، ادعای علم غیب بکنه، و هر کسی که حکم کنه به غیر ما انزل الله و قانونهای وضعی و قانونهای دموکراسی دیگر حکم کنه. و دلیل این قول الله سبحانه و تعالی است که در دین اکراه نیست. قد تبین الرشد من الغی، و چی یعنی بگیم گمراهی از حقیقت چه شدگی است، جدا شدگی است، بگیم بیان شدگی است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. و از پس هر کسی که ایمان میارد به الله و کافر میشود به طاغوت، اون چی است؟ اون کسی است که چنگ زده است به عروة الوثقى، که عروة الوثقى گفتیم این لا اله الا الله است که لا انفصام لها والله سمیع علیم، که این چنگ زدن او با این لا اله الا عروة الوثقى که لا انفصام له یعنی دیگر کندنی نیست، یعنی او در حقیقت چنگ زده است با لا اله الا الله والله الله سبحانه و تعالی چه است؟ سمیع علیم است. و این معنای لا اله الا الله است. و در حدیث می آید که رأس الامر اسلام، رأس امر اسلام است، و عموده الصلاة است، و ستون اسلام نماز است، و ذروة سنامه الجهاد فی سبیله، و قولای بلندترانش بگیم چی است؟ جهاد در راه الله سبحانه و تعالی است. والله اعلم. علامه ابن باز رحمه الله در شرحش میگوید و رسول صلی الله علیه و سلم مرسل إلى جميع الناس إلى الجن والإنس كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فهو خاتم الأنبياء ليس بعده النبي. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده‌ای به سوی تمام مردم است، به سوی جن و انس. چگونه الله میگوید بگو ای مردم ما پیامبر شما هستم، پیامبر الله هستم به سوی شما، به سوی تمام شما. و الله سبحانه و تعالی میگه و ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا و نذیرا، ما تو را نفرستادیم مگر برای تمام مردم که اونها را چیکار کنی؟ بشارت بدی و اونها را بر حذر بگردونی. فهو خاتم الانبیاء لیس بعده النبی، و او آخرین پیامبر است که بعد او دیگه پیامبر نمیآید. و هكذا الرسل جميعا ارسلوا الا اممهم مبشرين ومنذرين من أولهم إلى آخرهم، فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك في قومه. و این پیامبران همگی به سوی قوم هاشون فرستاده شدن برای بشارت دهنده ها و منذرین، از اولشون تا آخرشون. اولشون نوح علیه السلام بود که الله سبحانه و تعالی فرستادش، بعدی اونه که قومش در شرک واقع شدن. وقبله آدم فإنه نبي رسول مكلف. یکمشون آدم علیه السلام بود که اون نبی بود و رسول مکلف بود. ارسله الله الى ذریته، الله سبحانه و تعالی برای ذریتش، برای اولاد خودش آفریده، یعنی روانش کرده بود. بگیم ليعبد الله بالشريعة التي جاء بها أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام.
یعنی تا اینکه عمل کنن به اون شریعتی که با او پدرشون آدم علیه السلام آمده بود. یعنی و قبله آدم، یعنی قبل پیش از موسی علیه السلام آدم علیه السلام بود و موسی علیه السلام نبی رسول بود بگیم الله سبحانه و تعالی. یعنی آدم علیه السلام هم بگیم نبی مکلفی برای بگیم اهل بیت خودش بود و موسی علیه السلام الله سبحانه و تعالی فرستاد برای چی؟ برای عبادتی، یعنی مردم چیکار کنه مسئول عبادتی الله سبحانه و تعالی. تمامی پیامبران همین خیلی بودن مسئول الله عبادتی الله سبحانه و تعالی و نهی از شرک و از عبادت طواغیت. واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح. آدم علیه السلام پیامبر الله سبحانه و تعالی برای خودش روان کرده، یعنی ذریت خودش و بعد یو بگیم از فرزنداش چیکار کردن؟ عمل کردن به همون شریعتی که باباش یعنی باباشون نوح آدم علیه السلام آمدگی بود، بر توحید استقامت کردن تا اون وقتی که شرک واقع شد مردم در چی؟ در وقت نوح علیه السلام، یعنی 10,000 سال الله اعلم موحد بودن و بعد باز شرک چی شد؟ منتشر شد در وقت نوح علیه السلام. فلما وقع الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وقتی که این شرک منتشر شد الله سبحانه و تعالی نوح علیه السلام را چیکار کرد؟ فرستاد به سوی قومش و او اولین پیامبری بود به سوی تمام مردم بعد وقوع الشرك در زمین. و كل أمة بعث الله إليهم رسولا فعاد أرسل الله إليهم هودا ثم أرسل الله صالحا إلى قومه ثمود ثم أرسل إبراهيم ولوط وشعيب في زمان متقارب. هر یک امت به الله سبحانه و تعالی پیامبر فرستاد و به سوی قوم عاد هود علیه السلام فرستاد و به سوی قوم صالح و الله سبحانه و تعالی صالح به سوی قوم ثمود فرستاد. ابراهیم علیه السلام فرستاد و لوط و شعیب و شعیب علیه السلام و تمام این پیامبران علیهم السلام چه یعنی در وقت‌های متقرب اینش در یکدیگرش نزدیک الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ فرستاد. ثم جاءت الرسل بعد ذلك تترى ففيهم موسى وهارون وعيسى وأيوب وداود وسليمان ثم ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. بعد پیامبران همین خیلی آمدند بعدم بعد نوح موسی و هارون و عیسی و ایوب و داوود و سلیمان و همین خیلی آمدن ابراهیم. بعد خلاص به پیامبر صلی الله علیه و سلم خاتمه شدن، یعنی به پایان رسید که پیامبر صلی الله علیه و سلم آخرانشون بود و آخرشون بود و افضلشون بود علیه السلام. قال الله جل وعلا رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله الحجة بعد الرسل. قوله مبشرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة، ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار وبالعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله. الله میگوید یعنی پیامبران اینا کی هستند؟ بشارت دهنده ها هستند و مردم حذر کننده ها هستند تا اینکه لئلا یکون للناس علی الله الحجه، تا اینکه دیگه بالای مردم به حجت نماند نزد الله به دیگه چی نگن که ما معذور بدین بعد از فرستادن پیامبران.
وقوله مبشرين يعني يبشرون من أعطاهم بالجنة، يعني بشارت میتیم کسانی را که اونا را اطاعت کند به جنت. ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار وبالعذاب العليم إذا خالفوا أمر الله. و آنها را حذر میکنند از شرک به الله سبحانه و تعالی و از عذاب الله سبحانه و تعالی اگر مخالفتی کردن امر الله سبحانه و تعالی. و هكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحانه و تعالی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بشارت دهنده و حذر کننده چی کرد فرستاد به سوی مردم، چگونه که الله میگه ای پیامبر ما تو را فرستادیم برای مردم شاهد و مبشر و نذیر، بشارت دهنده و حذر کننده و داعی به سوی الله سبحانه و تعالی به اذن الله سبحانه و تعالی و روشنگر. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چی است؟ هم داعی بود به الله، به سوی الله سبحانه و تعالی، بهترین داعی بود. یعنی اینکه الله میگه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله خاتم النبیین. پیامبر صلی الله علیه و سلم پدر یگم تا شما نبود، پدر یگم کسی از مردهای شما نیست، ولكن رسول الله هست و خاتم پیامبرها هست. فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم، فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسوله وتنعاقد لما جاء به من الهدى، وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. وأكثر الخلق قد عصوا رسولهم وخالفوا ما جاءت به رسل. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. یعنی واجب است برای هر یک امتی که پیامبری که به سوی آنها نازل شدگی بود او را اتباع کنند و تمام امت یعنی اون چیزی که پیامبران می آمدن از هدایت اون را باید اینو قبول میکردن، واجب بود برایشان. الله سبحانه و تعالی به این اتباع پیامبران سعادت در دنیا و آخرت برای امت ها وعده کردگی است. ولیکن مردم، بسیاری از مردم چیکار میکنند؟ نافرمانی میکردن رسول الله را، پیامبران را، مخالفتی میکردن اون چیزی که پیامبران با اون آمده بودند. الله میگه که چی؟ اگر تو بسیاری از مردمی که اگر بسیاری مردم چیکار کنی؟ اتباع کنی، پیروی کنی، حالا چی میشی؟ اونا تو را از راه حق دور میکنند. یعنی حقیقت در چی نیست؟ حقیقت در کثرت مردم نیست، در بسیاری مردم نیست، بلکه حقیقت در چی است؟ در استوار بودن در حقیقت، در راست بودن و در کم باشه، اینه که در حق باشه، این است حقیقت. و الله سبحانه و تعالی میگه و قلیل من عبادی شاکرون و قلیل من عبادی الشاکور، یعنی الشکور. الله سبحانه و تعالی در سوره میگه که الله سبحانه و تعالی میگه چی؟ کمی از بنده های ما چی هستند؟ شکرگزار هستند. یا اینکه میگه ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین. یعنی با تحقیق که ابلیس علیه السلام چیکار کرد؟
یعنی اونها را فریب کرد و آنها پیروی کردند ابلیس علیه السلام الا فریقا من المؤمنین، مگر فریقی گروه از مؤمنان، مگر کمی از مسلمانان. و كل رسول يدعو امته الى توحید الله و طاعته و ترک الشرك به ومعصيته. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه پیامبرا امتشون به سوی چی دعوت کردن؟ به سوی توحید دعوت کردن و طاعت الله سبحانه و تعالی و ترک شرک و معصیت دعوت کردن. چگونه یعنی ترک معصیت دعوت کردن. چگونه الله سبحانه و تعالی میگه وقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و تحقیق در هر یک قوم پیامبر فرستادیم تا اینکه مردم حذر کنند از عبادت طاغوت و اونا را به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی امر کنند. یعنی عبود الله یعنی اطیعوا ووحدوه واستقیموا علی دینه واجتنبوا عبادة الطاغوت. معنی عبود الله یعنی اطاعت کنید الله سبحانه و تعالی، او را یگانه بدانید و استقامت کنید در دین الله سبحانه و تعالی و اجتناب دور شوید از طاغوت، از عبادت غیر الله سبحانه و تعالی. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض وكل من حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى ذلك. والطاغوت مأخوذ من طغيان وهو تجاوز الحد. يقال طغى الماء إذا جاوز الحد. و طاغوت چی است؟ طاغوت اون هر چیزی را که هر کسی که یا هر چیزی که عبادت میشود به جز الله سبحانه و تعالی و او راضی است، یا اینکه هر کسی که حکم میکند به غیر ما انزل الله، به غیر ما انزل الله، به قانونهای وضعی حکم میکند، به قرآن حکم نمیکند، اون طاغوت است، رأسی طاغوت است. یا اینکه چی میکنه؟ دعوت میکند به سوی همین، میگه بیاید به پارلمان بریم، بیاین آواز بتین، بیاین تکنه. اینا چی هستن؟ طاغوت هستند. و طاغوت این طاغوت گرفته شده است از طغیان، از گذرانیدن. یعنی که تجاوز الحد، ای حد میگذرونی، که میگیم ای حد گذراندی، یعنی میگیم که تغییر چی کردی؟ طغى الماء اذا جاوز الحد، یعنی میگه که چی؟ آب حدش گذشت. آب اگر میگیم کشتی به رفته استیم که اگر یک آب زیاد شود چی میشود؟ میزنه کشتی چقدر میکنه؟ آب تجاوز کرد، یعنی حدش. و الطاغوت هو الذي يتجاوز الحد. طاغوت کسی است که چیزی است که حد میگذرد، إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك. وشرهم ورؤوسهم إبليس لعنة الله. وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه ورضي أن يعبد من دون الله كفرعون والنمرود، أو ادعى شيئا من العلم الغيب كالكهان والعرافين والسحرة في جاهلية وفي الإسلام. و طاغوت گفتیم که هر کسی که حد میگذره، چی با شرکش باشه یا اینکه چی با دعوتش به سوی شرک باشه. و شرهم و بدترینشون و کلاناشون این یکم ابلیس است. و این کسی که دعا میکند به سوی عبادت، مردم دعوت میکنه به سوی عبادت نفسش، میگه مرا عبادت کنین. و کسی که راضی است که تا اون را چکو کند؟ عبادت کند، مثل فرعون، مثل نمرود. اینکه کسی که دعوا کند علم غیبه، مثل کاهنا، مثل عرافا، مثل ساحرا در جاهلیت بود و در اسلام و حالی هم هستند. و كذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا هؤلاء الرؤوس الطواغيت. وكل من جاوز الحد وخرج عن طاعة الله يسمى طاغوتا. و این چنین کسی که بغیر الله سبحانه و تعالی حکم کند، قصداً حکم کند بغیر ما انزل الله، یعنی با قانونهای وضعی حکم کند، با کنستیتوسیا و با دیگر حکم کند، با شریعت حکم نکند، با قرآن حکم نکند. اینا چی هستند؟ طاغوت هستند، سران طاغوت هستند و اینا با کافر شدن چی است؟ واجب است. و اینا رؤوس طواغیت هستند، 5 ، یعنی کلانای طاغوت هستند.
خب همین خدشان تموم شد انشاءالله درسی علامه ابن باز، یعنی شرح علامه ابن باز. رساله خوب بود و به نهایت مفیدم بود. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که یعنی برای تمام مسلمانان نفعش برساند و ما را در اجر شریک بگرداند. و این در همینجا انشاءالله درسی اصل های سیگانه از کتاب رساله اصل های سیگانه را به پایان رسانیدیم و الله کند که از این چیز ما یک چیز فایده گرفتگی باشیم، نه اینکه مجردی گوش کرده باشیم و خلاص. از این چیز یک چیز فایده گرفتگی باشیم، چون که این سه اصلی که هست دین ما با همین سه اصل است. اصول ثلاثه میگه یعنی سه اصل: یکم شناختن الله سبحانه و تعالی و شناختن دین اسلام با دلیل‌هایش و شناختن پیامبر صلی الله علیه و سلم. این سه اصلی مهم است که انسان باید بداند. و چقدر فایده ها در درون این سه اصل ما گرفتیم با شما. و باز در درس های آینده انشاءالله کوشش میکنیم دیگر رساله های شیخ مجدد با شما درس کنیم و در درس یکم کمبودی، یکم خطاگی شدگی باشد، یکم کوتاهی شدگی باشد ای ما، چون که ما هم یک مسکین هستیم، یک خدمت طالب این گفتن بم شرم داریم، اما به قدر استطاعتمون حدی اقل ترجمه تحت لفظی برای شما کردیم و هر آن چیزی که خیر بود از جانب الله سبحانه و تعالی بود و هر آن چیزی که از ما خطاگی و چیز سر زد از جانب شیطان یا از جانب ما بود. و سبحانك اللهم و بحمدك و اشهد ان لا اله الا انت سبحانك و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.